سلام، به فروشگاه ابزارالات آیویل خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هنوزم گوگولی مگولی عمو آیویل خودتون باشید. امروز میخوایم به شما ست آلن ها رو معرفی کنیم. البته چیز خاصی برای معرفی نداره، ولی ما به هر حال این کار رو انجام میدیم. همونطور که اول کلیپ هم دیدید، آلن ها 3 تا سایز اصلی دارن: سایز فوق بلند، سایز متوسط یا به اصطلاح بلند و سایز کوتاه. خب عرف‌ترین مدل آلنی که داریم آلن 6 گوش ساده هستش که بر اساس استانداردهای 9 عددی از شماره 1.5 تا 10 داخل ست قرار میدن. خب یه دونه از اینا رو باز کنیم و براتون از داخلش هم نشون بدیم، اگر بتونم، البته که نمیتونم. وایسین تقریبا دارم به یه نتایجی میرسم. فکر نکنین اینجوریه که مثلا ما اینجا میایم وای میستیم و به نتیجه نمیرسیم. مثل اون دسته از آدم ما نیستیم. ما کارهامون رو به نتیجه میرسونیم. خب همونطور که میبینید یه ست بسیار با کیفیت، خوش‌دست و عالی. یک قاب پلاستیکی، قاب یا بدنه نگهدارنده پلاستیکی تلقه فشرده بسیار با کیفیت. در پشت این قاب پلاستیکی هم یک حالت زبون مانند تعبیه شده واسه اینکه شما بتونید به لبه شلوارتون یا حالا هر جای دیگه که میخواید این ست رو آویزون کنید و اینجوری مثل یک سامورایی همیشه آماده به نبرد باشید و آلن هاتون رو در بیارید و در جای خودشون قرار بدید. البته در جای درست خودشون، نه به این صورت. بله، این سایزهای فوق بلند بودن و همونطور که بهتون گفتم در 2 سایز دیگر هم قابلیت تهیه شدن دارن. امیدوارم که در این ایام آخری سال آیویلی باشید، قلب‌های آیویلیتون بتپه و آیویلی فکر کنید و آیویلی زندگی کنید. با ما همراه باشید. خدا نگهدار.